منچستر آرینا که شب 22 می شاهد مرگ 22 نفر بر اثر حمله مرگ طلبانه شده بود تا هنوز بسته باقی میماند و برای تأمین نظم و ثبات شهرهای بزرگ بریتانیا سربازان مسلح نیز به کوچه ها برآمدند. فرمانده نیروهای ضد تروریستی بریتانیا میگوید اکنون چاره‌بینی‌های جمعیتی در این کشور فقط در حال برگزار می‌شوند که نهادهای قدرتی از اجرای معیارهای امنیتی قناعتمند باشند. هفته آینده در سراسر کشور چاره‌بینی‌های بزرگ مد نظر است. ما در همکاری زیج با مسئولان این چاره‌بینی‌ها تشکیل خدمات و امنیت را بررسی می‌کنیم. اجازه تنها در صورت داده می‌شود که از تنظیم امنیت قانع شویم. در مرکز منچستر مردم زیاد به یاد 22 قربانی حمله گل گذاشتند و تاکید کردند که این عمل وحدت مردم بریتانیا را خلل‌دار نخواهد کرد. روز سه‌شنبه مقامات بریتانیا اعلام کردند که شهروند 22 ساله این کشور سلمان عابدی مسئول بمبگذاری مرگ طلبانه در منچستر آرینا است که شب 22 می در جریان هنرنمایی آوازخوان امریکایی آریانا گرانده در حضور هزاران نفر به وقوع پیوست.